سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین دوباره به کانال آلمان چه خبر. امروز یه ویدیو دیگه واسهتون آوردم، ویدیو واسه آسبیلدونگ پرستاری توی آلمان. توی این ویدیو ما میخوایم با هم نگاه بکنیم که آسبیلدونگ پرستاری دقیقاً چیه، چی کار قراره بکنید توی آسبیلدونگ، چه چیزایی قراره یاد بگیرید، شرح وظایفتون به عنوان پرستار چیه، حقوقتون توی آسبیلدونگ چقدره و اینکه بعد از آسبیلدونگ چه حقوقی میتونید انتظارش رو داشته باشید. اول از همه میریم سراغ شرح وظایف پرستارا در آلمان. مراقبت پایه‌ای از بیماران یعنی چی؟ بهداشت فردی، شستشو، لباس. برعکس ایران که یک سری کارها رو بهیارها انجام میدن، کمک پرستارا انجام میدن، توی آلمان باید یک سری کارها رو از جمله شستن مریض رو پرستار انجام بده. اگر خودشو کثیف بکنه بیمار، پرستار باید تمیزش بکنه و این چیزی که خیلی فرق میکنه از ایران و شما اگر میخواین پرستار باشید باید حتما اینو در نظر بگیرید. جوری نیست که بخوایم بگیم که فقط کارتون این قراره باشه. به ندرت، ولی این هم جزء وظایف شما به عنوان پرستار هست. تغذیه و غذا دادن. قرار نیست که شما برین و لقمه لقمه بذارین دهن مریض ها، ولی غذاشون رو اگر نخوردن ببینین چرا غذاشون رو نخوردن و یک پیگیریای خیلی پایه‌ای از بیمار. همینطور باید بیمارایی که نمیتونن جابجا بشن رو شما کمکشون بکنید که بتونن جابجا بشن. میایم سراغ کنترل علائم حیاتی. باید یاد بگیرید توی آسبیلدونگ فشار خون بگیرید، نبض بگیرین، دما، تنفس، گزارش به پزشک. یعنی اگر شما یک چیزی رو دیدید که اگر شما علائمی دیدید که این علائم خطرناکن، پس حتما باید گزارش خیلی فوری به پزشک بدید. همینطور باید دستورهای پزشک رو اجرا بکنید، از جمله تزریقات، پانسمان، تجویز دارو که البته پزشک انجام میده تجویز رو، ولی خب شما داروها رو باید به مریض ها بدید. همونطور که گفتم توی لحظات اورژانسی باید تشخیص بدید که یک بیمار دقیقاً در چه وضعیتی قرار داره و اقدامات اولیه نجات بخش رو انجام بدید. منظورم از اقدامات اولیه نجات بخش اینه که اگر ببینید که یک بیمار خب قلبش از کار افتاد، باید خب ماساژ قلبش بدید. و در آخر کاری که توی ایران هم میکنن پرستارا، باید گزارش نویسی بکنید و گزارش نویسی یک عمل خیلی واجبیه که هر پرستار باید انجام بده. ببینید آسبیلدونگ پرستاری آسبیلدونگ دوگانه است. آسبیلدونگ ها اصولا همشون دوگانن. یک سری آسبیلدونگ های به ندرت هستن که فقط تئوری ان، ولی آسبیلدونگ پرستاری جوریه که شما بلوک منتقش دارید، یعنی اینکه چند هفته میرید سر کار و چند هفته میرید مدرسه و دانش تئوری کسب میکنید. توی دوره عملیتون توی بیمارستان قراره کار بکنید. مدت آسبیلدونگ پرستاری 3 الی 3 سال و نیم هست که همونطور که گفتم آموزشش هم دوگانه هست. این آپشن هست که شما بتونید کنار کارتون این آسبیلدونگ رو هم انجام بدید که خب آسبیلدونگ از 3 سال بیشتر طول میکشه، حدوداً 5 سال میتونه طول بکشه. و اما حقوق، ببینید مثل همه آسبیلدونگ ها حقوق شما به عنوان پرستار هر سال افزایش پیدا میکنه. یعنی سال اول اگر 100 یورو بگیرید، سال دوم 150 تا میگیرید و سال سوم 200 تا میگیرید. البته اینا یک مثاله. ببینید در سال اول پرستارا با حقوق 1200 یورو در ماه شروع به کار میکنن. ببینید این اعدادی که من دارم اعداد کلی ان، یعنی حتما نباید اینا درست باشن، میتونه کمتر باشه، میتونه بیشتر هم باشه، ولی این یک چیز کلیه. این حقوق هزینه تامین زندگی شما را حتما کاور میکنه. حتما هم اینو بگم که شما اگر بیمارستان کار کنید و آسبیلدونگ بگیرید، به احتمال خیلی زیاد بتونید یک خوابگاه بگیرید از خود بیمارستان که نزدیک بیمارستان باشید، که اجارهش هم 100% خیلی 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 کمتره. و اما حقوق سال سوم به 1400 یورو میتونه افزایش پیدا بکنه، که البته میگم که این حقوقا تقریبی ان و اینکه مالیات از این حقوقا هنوز کم نشدن. این هم همون پرستاریه که میگن الهی تب کنم که پرستارم تو باشی. خب
و اما پیش نیازها و امتحان نهایی. ببینید برای ورود به آسپیلدونگتون باید یک سری مدارک خاصی رو داشته باشین. البته خاص یعنی اونقدر خاص نیست که کسی نتونه بگیره. ببینید توی آلمان اگر شما بخواید وارد آسپیلدونگ پرستاری بشید باید ریالشولابشلوس داشته باشید، یعنی 10 سال تحصیل کرده باشید. ولی اگر هاپتشوله گرفتید یعنی مدرک هاپتشولابشلوس دارید و 9 سال درس خوندین مثل همون سیکل خودمون، باید یه دوره آسپیلدونگ 2 ساله‌ای حداقل داشته باشید تا بتونید برید به اصطلاح بیمارستان و آسپیلدونگ رو بگیرید. ولی در آخر اون بیمارستانه که تایید میکنه و تصمیم نهایی رو میگیره. یعنی اگر شما هاپتشولابشلوس رو هم دارین، آخرش اون بیمارستان تصمیم میگیره که شما رو قبول بکنه یا نه. جدا از اون باید یک سری گواهی سلامت و واکسیناسیون هم داشته باشید که مثلا واکسن هپاتیت زدید، سرخک زدین، و اینکه حتما باید ارائه گواهی عدم سوء پیشینه که همون پلیسایلیشس فیورونگسزeugnis اسمشه تو آلمان باید حتما ارائه بدید. و در آخر آزمونش یه آزمون دولتیه که 3 بخش داره: بخش کتبی، شفاهی و عملی. که توی کتبی خب امتحان تئوری ازتون میگیرن. توی شفاهی فکر میکنم اگر اشتباه نکنم باید با یک سری استاداتون صحبت کنید و اونا ازتون یک سری سوال ها میپرسن و شما باید خب سریع جواب بدید. و توی عملی هم میان یک سری سناریوهای واقعی جلوتون میذارن که باید که ارزیابی کنن که ببینن عملکرد شما چجوریه. بعد از آسپیلدونگتون حقوق پرستارا توی آلمان حقوق خوبیه. نمیشه گفت حقوقشون خیلی عالیه، ولی حقوقشون کم نیست، یعنی جزء حقوقاییه که زیاد حساب میشه. پرستارا بعد از اتمام آموزشی همون آسپیلدونگشون حقوقشون بین 2300 تا 2900 یورو وقتی که شروع کنن به کار. البته اینو باید بگم که توی یک سری از بیمارستان‌های دولتی حقوقشون میتونه بیشتر هم باشه. توجه کنید این 2900 یورویی که من میگم مالیات ازش کم نشده و مالیات قرار از این کم بشه، ولی پرستارها چون شیفت شب دارن یک سری توشوس میگیرن، یک سری پولهای اضافی میگیرن که اونا خب مالیات بهش نمیخوره. ولی شما جوری که میتونید حساب کنین اینه که حدوداً 2500 2800 یورو حداقل دستتون میاد. مهمترین وظایف یک پرستار مراقبت از بیماران در تمامی سنین، دارویی که پزشکا تجویز میکنن رو حتما به سر موقع بهشون بدن و اینکه مانیتورینگ انجام بدن، همیشه وضعیت بیمارا رو نگاه کنن ببینن چجوری و حتما گزارش نویسی بکنن. پرستارها در آسپیلدونگ باید یک سری جاهای خاص کار کنن، مثلا بیشتر توی بیمارستان کار میکنن. یکی از دوستای منو فرستاده بودن یک دیوونه خونه، باید یه چند هفته توی دیوونه خونه هم کار میکرد که بتونه اون مهارت‌های خاص رو واسه پرستاری کسب کنه. همینطور میتونن توی اورژانس کار بکنن، توی بخشای عمومی، به خاطر اینکه بتونن اون مهارت‌های کافی و عالی رو کسب کنن. مرسی از اینکه تا اینجای ویدیو با من بودید. حتما اگر سوالی داشتید توی کامنت ها برام بنویسید، حتما بهشون جواب میدم. و اگر شغلی در مد نظرتون هست که برم آسپیلدونگش رو پیدا کنم و به فارسی بیام خلاصش کنم بهتون، حتما توی کامنت ها واسم بنویسید. مرسی که تا اینجا با من بودید. حتما کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای دیگه جا نمونید. همینطور منتظر ویدیوهای جذاب دیگه باشید. دوستتون دارم. فعلا.